سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. امروز جمعه است. تصمیم گرفتم که یه بوم قدیمی در به داغونی که تو انباری داشتم رو بیارم و شروع کنم به بازسازی کردن. بهش جسو زدم چند دست. بچه‌ها 0 تا 100 بازسازی و اینکه قراره چه طرحی روش بکشم و این داستانا همه رو براتون ویدیو گرفتم و حالا چه طرحی هم قراره روش بکشم براتون ویدیو میگیرم به صورت پارت‌های مختلف توی چنلم آپلود میکنم. خوشحال میشم که چنلمو سابسکرایب داشته باشین، ویدیوهامو ببینین، لایک کنین و از من حمایت کنین. ممنونم. بعد اینجا هم دوست داشتم که یک کوچولو برقصم و از اونجایی که 24 ساعت شبانه روز پشت میز کارم دارم کار میکنم و از اتاقم بیرون نمیرم، هر پارتی که کار مختلف انجام میدم روی میز کارم، روی میز کارم رو دسته گل کنم چون خیلی حساسم و شروع کردم به نوشتن برنامه‌های حالا که قراره شنبه اول هفته فردا انجامشون بدم. نمیدونم چرا الان مثلا خیلی همه چی اوکی، یا میشینم برنامه مینویسم، جوگیر میشم، کلی واسه خودم کار مینویسم که شنبه انجام بدم، ولی وسط‌های برنامه خسته میشم و ملکول میشه تو به یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه. نمیدونم شما مثل منین یا نه. ببین چقدر زیاده. خلاصه که برنامه رو نوشتم و بعد رفتم سراغ دوست مهربونم آبرسان. بعد از آب، بعد از ضد آفتاب، یکی از بهترین دوستایی که تو زندگیم دارم آبرسانه. بچه این آبرسان رو من فقط 300,000 تومان خریدم، اونم دکترم به معرفی کرده که هر بار تموم میشه شارژش میکنم. اینقدر که ازش راضیم. پوستم اینطوری نگاه نکنه، پوستم پر جوش بود که با رعایت کردن یه روتین سالم، اقتصادی و عالی شده این. و خلاص میبینید که چقدرم خوشحالم، چقدر مثلا میخواد برقصم، بخندم. نمیدونم بچه ها، دیشب داشتم مامانم صحبت میکردم، گفتم که یعنی میشه چنل یوتیوبم خیلی زود مثلا به 1000 تا سابسکرایبر برسه و اینا. نمیدونم، بهم خندید.